مراجعه من به دو نفرانی که به تماشای ویدیو نوارهای پوچ و بی‌معنی در شبکه‌های اجتماعی مشغولند و نوارهای ویدیویی به مانند شخصیت‌های محمد اقبال صدرالدین یا هم‌نسلکان او را تماشا میکنند و بعضیشان جانبداری نیز مینمایند. من نیز راستی یک دو نوار این شخصیت را دیدم. در بعضی حالت‌ها از نام مردم شرفمند تاجیکستان، از بعضی حالت‌ها از نام دین حتی گپ میزند و یک شخصیتی که برای غوی من او یک فردی است که نه آنقدر راست میگه، بین دروغگو است و برای منفعت کار خود آماده است که هم ملت خود و هم دولت خود، یعنی که مردم خود را بفروشد. و به جای این توصیه میتیم خصوصا جوانان که به این گونه نوارها داده نشوند، به اصطلاح روسی که این گونه نوارها رو به پرگی ایگنور کنند. شخصیت هایی که برای دولت ملت خود یک ذره قطره سهم نگذاشته است چگونه میتواند از یک خارج کشور استاده این گونه سخن پرتایی ها نسبت حکومت کشور کند؟